از ابوبکر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ثواب 2 ماه عید کم نمی شوند، یعنی ماه رمضان و ماه ذوالحجه. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: ثواب 2 ماهی که در آن عید است، یعنی ماه رمضان و ماه ذوالحجه کم نمی شوند، اگرچند که 29 روز باشند هم. بنابراین ماه قمری بودن ماه رمضان گاها 30 روز و گاها 29 روز می آیند. اگر سال رمضان 29 روز باشد ثوابش کم نمی شود و شخصان روزدار ثواب 1 ماه کامل را می گیرند و این خود از رحمت و فضیلت خداوند مهربان است. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين.